نفرستادی با مرام. یه رو به سفارش دادم دیگه، برای چی نیومده؟ ما به همه رفیقامون گفتیم از تو خرید کنم مشتی. میفرسته موتوری چقدر راه مگه؟ موتوری الان باید گوله بیاد دی. آدم خوبه پول حلال ببره سر سفره زن و بچهش، برکت باشه و بازار مشتی. پولمو نخوره. ببین خوب گوش کن. چی؟ بد جور رفیقای من عصبی‌ان. شمشیر دارن، شمشیر بزرگ. میاد الان موتوری حتما رفته پمپ بنزین، یه بنزین باس بزنه بیاد دیگه. من الان به رفیقان میگم بلاک کنن ها. بی وجود